ښکلا او رنګین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. شماری از هموطنان افغان مقیم کشور فنلند بر ریاست اتحادیه حاجی نسیم 500 بوته گل شمشاد برای سرسبزی پارک شهر نو هدیه نمودند. نماینده حاجی نسیم در کابل گفت که این کار به خاطر حس وطن دوستی توسعه سرسبزی و آبادی کابل صورت گرفته است. و افزود که 2000 اسلحه نهال مثمر شامل نهال بادام، پسته و گیلاس نیز از سوی آنان ترتیب شده و قرار است که در پروژه کمربند سبز در ساحه قرغه غرس گردد. در همین حال سراج الدین پتان معاون ریاست سرسبزی شهر کابل از هموطنانی که تاکنون در سرسبزی شهر سهم گرفتند ابراز قدردانی و تشکر کرد. آقای پتان ضمن دعوت عموم شهروندان در آبیاری و مراقبت نهالها و درختان سطح شهر تعهد سپرد که پرسنل سرسبزی از نهالها و گلهای کمک شده به صورت منظم مراقبت و آبیاری خواهند نمود. زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو، خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو، آبادي یې لازمي بولو پر ځان باندې.